به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بچه های عزیز. بچه های عزیز، امروز در این برنامه برای شما داستان روباه دروغگو را آماده کردیم. از شما می خواهم قصه امروز را بشنوید. بود نبود در یک جنگل سرسبزی که درختان بلند و زیبا داشت، روباه زندگی میکرد. او یک روباه خوشرو بود و دم بسیار درخشان و زیبا داشت. او یک عادتی داشت که بعضاً به دوستانش دروغ میگفت و به خاطر همین عادتی بدش دیگر دوستانش با او بازی نمی کردند و از او کمک نمی خواستند. روزی روباه از خانه‌اش به سیر و گشت جنگل برآمد. در راه خرگوشی را دید که علف‌های تازه را جمع می کرد. به او گفت: سلام خرگوش، می‌خواهی برای جمع کردن علف به تو کمک کنم؟ خرگوش گفت: نه، من خودم علف‌ها را جمع می کنم. روباه به راه خود رفت تا به نزدیکی دریاچه در سمت راست جنگل رسید. در آنجا درخت میوه‌داری زیادی بود. آنجا میمون را دید. میمون زیر درخت سیب ایستاده بود و سیب‌ها را جمع کرده به سبد کلان می انداخت. روباه به میمون گفت: سلام، می‌خواهی من به تو کمک کنم؟ میوه‌ها را با هم جمع کنیم و سبد کلان وزنین را به خانه‌ات برده دهم. میمون گفت: نه روباه جان، من خودم این کار را می کنم. روباه برای خود ادامه داد. رفت تا به سنگ پشت رسید. سنگ پشت آهسته به سوی خانه‌اش می رفت. روباه فکر کرد اگر او همین طور به آهستگی برود تا شب هم به خانه‌اش نمی رسد. به او گفت: می‌خواهی من تو را به پشتم سوار کنم و در یک لحظه به خانه‌ات برسانم؟ سنگ پشت نگاهی به روباه کرد و گفت: نه رحمت روباه جان، من خودم آهسته میروم. روباه با سنگ پشت هم خیر و خوش کرد و رفت تا به نزدیکی درختی بلوط رسید. در بالای این درخت لانه خاله گنجشک بود. خاله گنجشک در پی دانها برای بچه‌هایش رفته بود و 2 از بچه‌هایش از بالای درخت به زمین افتاده بودند. روباه با خودش فکر کرد که ممکن است این بچه‌های گنجشک را گربه بخورد. به آنها گفت: سلام، می‌خواهید من شما را به بالای درخت به لانه‌تان برگردانم؟ گنجشک‌ها جیک کنان به او جواب دادند: بله، ما را زودتر به بالای درخت به لانه‌مان برگردان. روباه گفت: من همین حاضر شما را به پشتم سوار می کنم و خودم پرواز کرده به بالای درخت می برایم و شما را به لانه‌تان می رسانم. گنجشکان بیچاره به پشت روباه سوار شدند. روباه هم دستهایش را به 2 طرف باز کرد و مثل پرنده ها دستهایش را تکان داد، اما نتوانست پرواز کند. بچه های گنجشک ناامید از پشت روباه پایین آمدند و زیر برگ درختان پنهان گرفتند. اما روباه از این کار خود شرمنده شد و با خجالت
به سوی خانه‌اش رفت. وی چیز و چاره‌اش را جمع کرد و به یک سبد کلان گذاشت و شبانه از جنگل برآمد و رفت. بچه های عزیز، قصه امروزی ما به شما معقول شد؟ داستانش خوب بود؟ به نظر شما روباه برای چی از جنگل برآمد و رفت؟ اگر خواستید به این سوال جواب دهید، صدای خود را ثبت کرده و با کمک پدر و مادرهای گرامیتان به آدرس رادیو مهر ارسال کنید. خدا یار و نگهدار.